افراط و تفرید درش وجود نداره. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، رای مستقیم است. قطعا افراط و تفرید درش نیست. در عقیده نه غلو داریم زیادت پیغمبر الله جور کنیم، نعوذ بالله، نه تفرید داریم که پیغمبر قتل کنیم، نه یهود هستیم که پیغمبر را بکشیم، نه نصارا هستیم که پیغمبر را در مرتبه الله برسانیم. این امت وسطیت است. لیکن امروز نعوذ بالله این وسطیت باقی نمانده. یک ولی را ما در کجا برابر میکنیم؟ با الله. لیکن دیگه کس باز بگوی عالمی که حق پرست است او را نعوذ بالله از دینم بیرون میکشانیم. افراط و تفریط است. در عمل همینطور ما امت درمیان هستیم. عمل ما همینطور نیست. نصارا واره نیستیم که بالکل شب و روز کنج غاره بگیریم مسجد بس نماز بخوانیم. یهود واری هم نیستیم که سبات تا بگار خفتن پشت مادیات دنیا بگیریم، هیچ عمل نداریم. در وقت نماز بخوانیم، در وقت کار بکنیم، در وقت خواب بکنیم، در وقت نان میخوریم. تقسیم اوقات الله برای ما داده، همو قسم عمل میکنیم. نه افراط داریم نه تفرید. اقتصاد ما هم در میان است. نه نصارا واره رای زهد در پیش گرفتیم، دشمنی با تمام نعمتهای الله. برو در غار زندگی کو، نظافت مراعات نکو، نعمتهای الله را استفاده نکو، خود ضعیف کو، پیر لاغری همونجا بمون، خیر و خلاص. و نه یهود هستیم که کلی هم و غم ما فقط پیدا کردن مادیات باشه. اسلام راه در میانه را، هم عبادت که الله را بکو، هم پشت رزق روزی بگر، راه های معیشت تطلب بکو. الله و اسلام ما را امر کرده. این موقع ترجمه است. 8 بجه که خلاص شد برو در دکانی، برو در دفترت، برو در هر جایی که تو پشت کسب و کار میری خو از راه حلال. ترجمه برای تو یاد داد که چه رقم در دکان زندگی کنی، چه رقم در دفتر زندگی بکنی، چه رقم با مردم تعلق و رابطه بگیری. قرآن برات یاد داد معامله تا پیش ببر. اینی را دین اسلام میگه. ارزش علمی ما متوسط. ما اینطورام نیستیم که هر صدا را بشنویم دنبالش بدویم. خو اینطورام نیستیم که امو چیزایی که سبب ترقی و پیشرفت است نه میپذیریم. ملاهای ما 2 قسم است. یک تعداد ملاها میگه نه پشت موبایل اینترنت چیزا نگرد، گم گوشه بایخی. نه انگلیسی بد است، زبان یاد کردن بد است، ساینس بد است، ریاضی بد است. نه اونطور نیستیم. میگیم کلی علوم خوب است، کلی علوم خوب است. آدم به اندازه کفاف است پیشش باید یاد بکنه. خوی طور نشوه که کلی عمره در او علوم میدی، قرآن و حدیث ترک است. یا کلی علوم کلی عمره در قرآن و حدیث دادی، از دیگه علوم هیچ استفاده نمیکنی. باز در میدان ساینس پیشرفت و ترقی مادی دست بسته اینطور استاد باش. دوران طالبا حکومت که آمد هر ملا رئیس شوه، هر ملا انجینر. تو برادر ملاست، انجینری رعایت نداره، دکتری رعایت نداره، هر چیز هر فن برای خود رجال داره. اسلام دینی همه جانب است، شامل است، کلی امور مراعات میکنه، در نظر میگیره که کدام چیز ضرورت است. هندسه ضرورت است، ساینس ضرورت است. خب اندازه ضرورت به اندازه ضرورت میباشه. یادتان باشه دوا همو قدر میخوری که علاج تو سرش میشه. همیشه او را کپا کرده نمیخوری، جای نان نداره. ضرورت است، به اندازه ضرورت باید از او استفاده بکنی و پیشرفت و ترقی بکنی. امروز مسلمان بیچاره نه آخرت خدا گرفت نه دنیای خدا. آخرت خدا پابندی دین خدا نکرد، گذاشت دینه. نعوذ بالله نیم کله دین خدا میفهمد دیگه نه، و نه دنیا را گرفت که مترقی و پیشرفت مادی خو میداشت. هر دویش از دستش رفته. اسلام مانع نیست. نه، اسلام میگه در میدان ترقی قطع مردم مسابقه کن. خو لیکن دینی از دست ندی. ایتو نشوه که کلی ترقی را منحصر در قلوچ کردن و در چی بگوی نیمه پوشیدن ازار منحصر کنی، موقوف کنی. یک تعداد مردم ما که از غرب میایه و چی میگه؟ ترقی در این میدانه که بس زن در بازار بکش، کلوچ بگرده، خلاص اینی ترقی است. و جنابی محترم تو اینجا رفتی کدام تکنیک یاد گرفتی؟ چقدر به این مردم در راه تکنیک کمک کرده میتونی؟ چقدر علوم پیشرفته را اونجا فرا گرفتی که امروز شاگردا را تو تعلیم داده میتونی که از تو سوال شود. ترقی و پیشرفت دین نیست. و شعر علامه اقبال براتون گفته بودم نه؟ شعر علامه اقبال براتون است. علامه اقبال واقعا شخصیتی است. اول صوفی آدم بود بیچاره، نمیفهمید.
اشعار مولانای روم خیلی زیاد دوست داشت، امور زمزمه میکرد. خب زمانی که در امریکا رفت، دنیای غرب مطالعه کرد، یک دم بیدار شد که مسلمان ها از کدام نگاه خواب آلوده هستند. از کدام نگاه مردم دید که مسلمان ها بیچاره بیخی خواب است. اصل علم پیش مسلمان ها، اما ثمره و نتیجهش دنیای غرب گرفته. و میگه قوت افرنگ نه از چند گوره با، نه ز رقص دختران بی حجاب، نه ز سحر ساحران لالروست، نه چیسته دیگهش، نه ز عریان ساق و نه از قطع موز. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. ببینی پیشرفت و ترقی از او به اون نیست. میگه ای که دخترایشان نعوذ بالله ساقای پایش معلوم میشه، قطع مور ده اینجا کرده، او چیسته نعوذ بالله بچایش خدا خوب مثل ساحرا واری ساخته که مردم فریفته به او میشه. به او نیست، از علم و فن کار گرفته در میدان ترقی کرده. تم ترقی بکو، تم محنت بکش، تم زحمت بکش. اینی را میگه اسلام دینی درمیان است. ایرارم بند نمیسازه سری تو. ملاهای جامع به یک تعداد همینطور است. ما میگیم وسایل ضرور است، خود دست اهلش. اینترنت ضرور است، خود دست اهلش. موبایل ضرور است، در دست اهلش. تلویزیون ضرور است، در دست اهلش. در نااهل، در دست نااهل. اسلحه است، اسلحه خراب کننده است. اگر در دست تو بیا جهاد سرش میکنی، خود در دست دشمن است که تو را زده رویسته. امروز اینترنت تو را زده رویسته، موبایل تو را زده رویسته، تلویزیون تو را زده رویسته. تو در مقابل همونطور شبکه هایی که او داره تو باید داشته باشی. اگر او سریال نشر میکنه، تو یک درس کیمیا را نشر کن. اگر او سریال نشر میکنه، تو ترجمه قرآن نشر کن. اگر او سریال نشر میکنه، تو امو احادیثی که در مورد ازدواج است امو را نشر کرده، برو دیگه. و مقابله داره، تو مقابله بکن، تو در این میدان پیشرفت بکن. از این خاطری امت وسط است. جمود در این نیست که حتما بس خیر و خلاص. یک تعداد مردم همینطور است. خو اینطوره آزاد هم نیست. از نظر اجتماع بالکل اسلام میخواد با هر کس تو باید تعلقه و رابطه خوب داشته باشی. خود چه رقم خوب؟ اینطور نه که تو دو ذوب شوی بری هم هویت و شخصیتت بیخی از بین بره. و اینطور هم نه که نه 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 من قطعی کسی ندارم. نه، دنیا الله پیدا کرده به روابط. رابطه تا قایم بکن، با جهان بساز. چه رقم بساز؟ در کام استعمار خدا نده که هر چیز دستور میده تو همو کار بکن. نه، به اندازه ضرورت قطع از رابطه داشته باش، از وا بگی، قطع از وا معامله بکن، هویت و شخصیت و دینت زیر پا نشوه. ایره امت وسط میگه. دین ما دین وسط است. اسلام یک امرش پیدا نمیکنه که دو افراط و تفرید باشه، زیادت و کمی باشه. هر حکم الله اگرچه در ظاهر امر بعضی اوقات یک امر به انسان بسیار خراب معلوم میشه، فکر میکنی که اینمی تباهی است، حالان که مصلحت تو درک کردن نمیتونی. وگرنه او دینی چی هست بگی؟ وسط. نه کل گوشتار اسلام حرام کرده، نه کل گوشتار حلال. آن چیزی که مضر است حرام، آن چیزی که مفید است حلال است. امی قسم است. در همه امورش اسلام امیر را در پیش گرفته. خلاصه سخن از نظر اخلاق، از نظر عقیده، از نظر عبادت، اسلام دینی چی است؟ وسط. نه افراط داره نه تفرید. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما مقرر نکردیم در شریعت امو قبله را، التي امو جهت كنت عليها که تو بودی بالای او قبله، یعنی تو روی طرفش میکردی. الا لنعلم، مگر ما گردانیدیم مقرر کردیم، لنعلم که واضح بسازیم در بیرون در میدان عمل. امو طور خب الله معلوم است، خدا میدان عمل به شما هم نشان بده. لنعلم که جدا بسازم یا واضح بسازیم در میدان عمل. کی را؟ من کسی را یتبع الرسول که تابعداری پیغمبر میکنه، ممن از او کسی که ینقلب باز میگرده علی عقبه به دو پاشنه خود. این حکم کی قبول میکنه کی نمیکنه. یکی از جمله اهداف تحویل قبله امیسته که اینجا مؤمن از غیر مؤمن منفک بسازه، تفکیک شوه. آلی کیسته که عقل خدا می جنگانه و کیسته که فقط تابعداری پیغمبر میکنه. الله تبارک و تعالی یک حکمت اینه میسته. چرا این کار میکنی؟ پیغمبر کرده. اکثر برادرها میان سوال میکنه چرا دو رکعت خفیه خوانده میشه، چرا فلانی جهر، چرا فلانی نماز جهر خوانده میشه، فلانی خفیه، چرا در اینجا 10 رکعت است، در اینجا
5 رکعت است، در اینجا 4 رکعت است، در اونجا 9 رکعت است. چرا نگو. پیغمبر اینو طور کرده و میکنم، بس عقل نمیجنگانم. ما به این مکلف نیستم که مصلحت و فلسفه هر چیز باید بدانم، که بدانم خب باز همه چیز برام چی شد؟ هویدا شد. باز خب به منافع خودم است کرده رایستم. بان که من یک دفعه امتحان شوم که خودم ندانم، اما الله برام بگه که کار بکو که منفعت داره، بپذیرم امر الله تبارک و تعالی را. تحویل قبله همین طور است. عقل جنگی نکن. اگر عقل می جنگونی ولله المشرق والمغرب، با الله خو مشرق و مغرب کل جهت است. اما اینمی میدان آزمایش امتحان است که کی حالی تابعداری پیغمبر میکنه، مطابق پیغمبر نماز میخوانه، و کی نعوذ بالله باز میگرده که چی رقم پیغمبر است، یک دفعه ای طرف نماز میخوانه، یک دفعه او طرف ما را ریشخند جور کرده، نعوذ بالله. از خاطر الله میگه و این کانت لکبیرتا، بله بسیار سخت است. شریعت اینمی طور امر امتحان میکنه، ده سختی امتحان میکنه، بسیار ده سختی امتحان میکنه. چرا؟ سالا همو طرف نماز خوانده ای، اون سال فتقتی او طرف گرفته ای، یک دفعه بری تو امر شوه که اینی طرف بخوان، حالی دل آدم زود قبول نمیکنه. امروز که سر ما تابعداری سنت سخت است. چرا سخت است؟ بگوی سالها ده بدعت بودیم، او برای ما دین معلوم میشه. همیشه بعد از نماز با هیئت اجتماعی خطیب الله صاحب دست بالا کردیم یا نه؟ حالی که کسی نمیکنه، یک دفعه ناشنا برش معلوم میشه. یک تا نفر که میاد مسجد ما ناگهانی میانه که برابر میشه. اول خو حالات مردم ما را میبینه که پایا را میچسبانه، او با پای خود دور کرده میره، او میچسبانه. این برش ناشنا معلوم میشه. دوم باز انتظار میکشه، دم الله سعی میکنه با مردم سعی میکنه، دم الله سعی میکنه که حالی دعا میکنه. آخر یک دفعه میتور بقار دسته میتور میگیره که میبره میگه چی رقم مسجد هستی؟ نه دعا نه این گپا. به نظر از او میاد که اوهو این دعا را باید اجتماعی نکردی، چی رقم نماز؟ او بیچاره خبر نداره که دعایی که مردم میکنه بدعت از خلاف کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مردم عمل و سنت میکنه. در مسجد ما که بیا که در تراویح مردم 6 تا عالی میره او میخورن، نه تسبیح گفتن است نه آیات گفتن است، حیران میمانه این طرف اون طرف سعی میکنه که چرا اینطور است. چرا؟ به خاطری که ملا صاحب خو بیان نکرده. امو رقم که مردم دیده یادم میگه اینمی شریعت است، اینی وحی چی است؟ آسمانی است، دیگر رقمش نیست. از این خاطر حیران میمانه. بله این بسیار سخت تمام میشه. مسلک سابق خود اعلا کردن گپی عادی نیست. قرآن میگه و این کانت لکبیرتا، اگر چمی تحویل قبله تبدیل عادت خیلی گرنگ است، دشوار است، سخت تاثیر داره، الا مگر نداره علی الذین، بالای کسانی که هدی الله برش هدایت کرده باشه. باز الله قلب اعلا میکنه، قدرت الله. راستیتان بگویم همینطور بود یا نه؟ از همی گشتنیتان پیش چی رقم بوده؟ منجمد اینقدر سخت بوده که پرسان نکو. خب یک دفعه که این طرف گشته قلبتان بسیار گشاده شد یا نشد؟ همین طور است. الله که هدایت کنه باز دیگه قلب انسان باز گپارا میپذیره. بس در قلبت محبت پیغمبر جا میگیره، باز عقلت در کار نمیندازی، باز میگی چی میگی؟ پیغمبر کرده بس میکنه، باز مست سری جراب میکنی. تا که محبت پیغمبر نامده سری جراب چی رقم مسا شوا میعقت ده جاری جنجالا میندازه. حالی همی جراب، حالی چرا مسا شوا؟ شریعت گفته مسا شوا، شریعت آسانی آورده، چرا نکنیم؟ حالی در سفر سنت نخونیم جمع بکنیم دو نماز، پیشین قطی دیگر شام قطی خفتن هر کدام میشه در وقت دیگهش، پیشین در وقت دیگر در وقت پیشین، شام در وقت خفتن در وقتی. حالی طور هستن؟ نه دلی ما قبول نمیکنه. خب ما میگیم محمد رسول الله کرده صلی الله علیه و سلم. این گپا در دل هر کس نمیفته، ای را یاد داشته باشه. این دل نیسته، یعنی تو بربرک میکنه. خب محبتی پیغمبر که در قلب افتاد باز میگی من از محمد رسول الله کده تقوادار نیستم، از محمد رسول الله که خشیت الله در قلب ما زیاد نیست، از او کده مقام و منزلت بالا ندارم، توانمندی عبادت هم از او کده بالا ندارم که من لاف بزنم که من
بگو با رخصت عمل نمیکنم، همیشه عزیمت میکنم، بس میپذیرم پیغمبر اینطور کرده من میکنم. قرآن هم میره میگه و ما کان الله لیضیع ایمانکم، نیست الله که ضایع بسازه ایمان شما را. اعتراضات زیاد شده بود، مردم سراسیمه شده بود، یهود خیلی زمزمه میکرد همی گپا را. مردمای سابق کی رفته اینطور است، حالی هم همیطور میگه خو پدرای ما که به می عقیده از همی آقا بند گرفته بود از همی به می قبر رفته بود، مریضه برده بود، وا چی طور شد؟ دعا برش بکن، دعا که الله برش جنت بده، دیگر پرسان نکن. الله بلا در گردن کی؟ مولا او را چیزی نگفته بود. حالی تو خودت باید فکر بکنی، رای حق بپذیری، پشت بندا نگردی، در قبرا نری برای حاجت رواییت. اگه پدر کده چی کنیم؟ پدر جان خو مولا دمو وقتی چیزی برش گفته امور قبول کرده، گپی مولا را من حیث گپی دین قبول کرده. گپی چی؟ مولا صاحب میدانه جواب دادن که آیا گپی دین برش گفته یا گپی شکمه. با توحید دعوت داده یا با شرک دعوت داده، با سنت دعوت داده یا با بدعت، با عمل نیک دعوت داده یا با معصیت، کدامش دعوت داده او میدانه کارش. اینجا یک ایخو ایمان شد. ایمان از بین نرفته، بلکه یکی از جمله اجزای عبادت ما نماز است. یعنی نمازا که باطل شود خو ایمان مکمل از بین رفته. جواب داد که نه، ایمان از بین نرفته، الله ضایع نکرده. تا وقت شما مامور به مو طرف بوده امو طرف بوده. دوم مانا اینجا ذکر ایمان مراد از پیشش نماز است. چرا؟ به خاطری که حدیث است نماز یکی از جمله رکن اعظم چیست؟ ایمان است. تعبیر به ایمان به خاطر میکنه که اهمیت نماز معلوم شود. الله ضایع نکرده ایمان شما را. نمازایی که طرف بیت المقدس خوانده بالکل قابل قبول بوده. خود اونجا فرمان الله امو طرف بود، امو طرف خوانده. ان الله بالناس، یقینا الله تبارک و تعالی به مردم لرؤوف الرحیم، خیلی مهربان ذات است. الله تبارک و تعالی هر امر اگر تغییر میده بنابر مهربانی که الله داره بالای مخلوقی خود، رحیم مطابق انمو مهربانی رحمم میکنه، حکم و فرمان میده که این طرف نماز بخونه یا این طرف نخونه. از او خاطر شما سراسیمه نشوید. قد نرا تقلب وجهک، یقینا ما بار میبینیم رو دور دادن وجه که روی تا، بار گردانیدن روی تا فی السماء، طرف آسمان. چرا؟ پیغمبر علیه السلام انتظار وحی بود که جبریل امین عالی میآید و بر ما فرمان میده که روی تا طرف بیت الله بگردان. فلنولینک قبلة ترضاها، یقینا ما میگردانیم خامخا تو را قبلتا دو طرفی که ترضاها خوشی تو میآید. این وعده است. الله اول وعده داد که پیغمبر علیه السلام خوش شود، بعد از او فرمان میده که روی تا بگردان. اینو فرمان میده فولی وجهک، بگردان روی خدا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کعبه، و حیث ما کنتم، ده هر جای که شما هست فولو بگردان وجوهکم رویایتانه، شطره طرف امو مسجد حرام، طرف مسجد حرام. و ان الذين اوتوا الكتاب، یقینا کسانی که برشان کتاب داده شده، لیعلمون انه الحق، دیگه حکمت بیان میکنه الله. کسانی که کتاب برشان داده شده دو قسم مردم هست. یک قسم مردم که ضد و عناد داره، حقیقت امر میپوشانه، حقیقت امر به مردم بازگو نمیکنه، از او خاطر اعتراض انتقاد برای ازی میکنه که مسلمانان در دوراهی قرار بگیره. خو یک طایفه الله حقم پیدا کرده و حقایق برملا میکنه. لیعلمون، خب میدانه انه الحق، که همی تحویل قبله یا همی پیغمبر ثابت و واقعیت داره من ربهم، از جانب پروردگارشان. چرا؟ در کتابایشان ذکر شده بود پیغمبر آخر زمان در مدینه هجرت میکنه، اینی قدر وقت نماز طرف بیت المقدس میخونه. اگر عالی تحویل قبله نمیشد او مردم میگفت که امو پیغمبر نیست. چرا؟ اگر امو پیغمبر میبود پس روی طرفی کی میکرد؟ کعبه میکرد. از او خاطر، به خاطر که اعتراضی اینمی یهود دفع شد. و ما الله بغافل عما یعملون، نیست الله غافل بخبر از آن چیزی که این مردم انجام میده. تمام روز گوشکانی تبلیغات سو شایعه را پخش میکنه که چه رقم دین است، چه رقم پیغمبر است، از جان خودی کارا میکنه. الله مکمل از یا خبر داره. الله خبر داره. امروز در حق شما چقدر گپا گفته میشه در مجلس ها؟ مردم میگه نمیگه؟ یکی دیگه خدا میگه خوارزادت خیلی سخت خراب شده، چقدر خوب بچه بودو، حالی او روز دیدم که در مسجد رفت الیدین میکرد
اون روز دیدم که بسیار خراب شده. این خرابی میگه، همینطور میگه نمیگه، این گپا شروع میشه. خو الله میگه، پیغمبر علیه السلام و صحابه را تسلی میده، ما و شما هم در تسلی داخل هستیم که الله بیخبر نیست از آن چیزی که مردم عمل میکنن. ولئن اتیت الذین، اگر تو بیایی عناد و ضدی از یاد سرحد رسیده که بین خودم جور نیستن، این مردم ها واقعا عناد و ضد داره. ولئن اتیت الذین، اگر تو بیاری به او کسانی که اوتوا الکتاب، کتاب برشان داده شده، یهود و نصارا، بکل آیت، به تمام دلایل که بالای تحویل قبله وجود داره بیاری هم، ما تبعو قبلتک، تابعداری قبله تو را نمیکنه. مراد از قبله تمام دین است، یعنی قبول نمیکنه تمام دینی تو را. چرا؟ یا عناد و ضد داره، خدا کلان میتراشه، میگه ماستیم دیگه کس نیسته، مردم باید تابعداری ما باشه. این قدر مردم انحصار طلب است. و ما انت بتابع قبلتهم، خود تو هم تابعداری قبله از وان نیستی، یعنی مکمل دین تابعداری از وارا نمیکنی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، ضد و عناد زیاد سرحدی رسیده که بعضی از یا تابع قبله بعضی دیگران است. یعنی یکیش صخره بیت المقدس بری خود قبله جور کرده، دیگهش بیت اللحمه. در کدام جایی که تولد عیسی علیه السلام شده، هر کدام بری خود نعوذ بالله قبله داره، او یکی قبله دیگر را تایید هم نمیکنه، یا خیلی ضد و عناد داره. تو خیلی گله نکو از این مردم، تا توقع نداشته باش. چرا؟ این مردم ها ضدی است، این اعتراض ها را میکنه. ولئن اتبعت اهواءهم، بله در تو را میگم دیوال تو بشنو، پیغمبر علیه السلام تابعداری خواهشات ازوا به هیچ وجه نمیکنه. چرا؟ پیغمبر معصوم است. تابعداری ازوا کردن مثل تابعداری یک آدمی که نعوذ بالله حقیقت نمیشناسه از او تابعداری بکنه. الله میگه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر تو تابعداری کردی از خواهشات ازوا. چرا؟ و کدام نظریه و مفکوره که داره سند و دلیل نداره، دینی که ادعا میکنه به اساس دلیل نیست، یک مشت خواهشات است. اگر تو تابعداری یک مشت خواهشات ازوا را میکنی، من بعد ما جاءک، پس از اینکه آمده برات من العلم، از علم، یعنی قرآن برات آمده حقایق منکشف ساخته، بازم تو وارد تابعداری کنی، انک اذا لمن الظالمین، یقینا تو میشی از جمله کسایی که ظالم است، حدود مراعات نکرده. در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر خو نمیکنه، ما تو را آگاه کرد که اعتراضات و شبهات یهود و نصارا در دین تو را متاثر نسازه که فقط نعوذ بالله تابعدار ازوا شوی. و انتقاد اعتراض خیلی زیاد داره. الذين آتیناهم الکتاب، کسانی که ما دادیم برش کتاب، یعرفونه و میشناسه پیغمبره یا تحویل قبله را، کما یعرفون ابناءهم، مثل که میشناسه اولاد خدا. بالکلی واقعیت ها را در کتابشان واضح شده، اما نشانه ها را در این دین، در این نظام، به این قرآن، در این پیغمبر دیده مکمل خود میشناسه. بلکه از عبدالله ابن سلام زمانی که پرسان کرد گفت بله ما در مورد اولاد خود شک دارم، خود مورد پیغمبر علیه السلام شک ندارم. از اولادم آگاهی ندارم که زنم در کجا خیانت کرده باشه، اما در مورد پیغمبر شک و شبهه ندارم. که همو اوصافی که در تورات ذکر است او به او صادق بالای کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این فریق منهم، یقینا یک جماعت از یا، قرآن چقدر کتاب انصاف است، یک دله میگه، کلی دله نمیگه. اما مردمی که نعوذ بالله اعتراض داره، انتقاد داره. و این فریقا، یقینا یک جماعت منهم از یا، لیکتمون الحق، حق میپوشانه، و هم یعلمون، خوب میفهمه که حق چطور است. یک، و هم یعلمون، میدانه که پنهان حق سبب بدبختی مردم میشه. اگر ما این حق بپوشانیم مردم یک دین نمیشه، متحد نمیشه، راه ها متفرق میشه، بدبختی جور میشه. خب میدانه که این کار نادرست و نارواست، لیکن بازم میپوشانه حق از روی ضد و عناد. که چرا پیغمبر در بین ما نآمده؟ معلوم شد که در بین یهود مردم خوبم بوده، خرابم بوده. یک تعداد مردم بالکل میفهمه که حق است، بیانم میکنه، خب یک تعداد مردم اصلی واقعیت میپوشانه.